من که یادم نمیاد. حتما داری شوخی میکنی. میرم به پلیس میگم که دزدی کردی. از مدرسه هم میندازمت بیرون. واسه حرفم مدرک دارم. ببین خودت گفتی بیا دوست باشیم، دوستای صمیمی. چرت و پرت نگو دختر، مگه دوست واسه من قحطه؟ اینقدر بیرحم نباش دافنه. پس یه چیزی بگو به دردم بخوره. یه چیزی بگو که بتونم باهاشون دخترای پرورشگاهی از مدرسه بندازم بیرون. نمیتونم. خیلی خوب، پس اول از شر تو خلاص میشم، بعدش یه فکری به حال اونا میکنم. خیلی خوب وایسا. تو حیاط پشتی خوابگاه خون ریخته بود. انگار یه بلای سر یکی اومده بود. خب سوگلینام هول شدن و بی سر و صدا خونه رو پاک کردن. یه چیزی رو پنهون میکنن ولی هنوز نمیدونم چیه. میدونی که ای بوده؟ آخه سرکانم یه شب با پیرن خونی اومد خونه. یعنی ربطی به این قضیه داره؟ اینا شو دیگه نمیدونم. برو تتوشو در بیار وگرنه روزگارتو سیاه میکنم. در ضمن گردنبند پس بده، اصلا بهت نمیاد. برای تو چیزای ارزون تر میخریم، اونا بیشتر بهت میان. بده. آفرین، حالا شدیم دوستای خوب. دوست جونم، خوشت اومد؟ راستی ازت یه خواهشی دارم. چی؟ اوی 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 عشقم، چقدر خودتو خسته میکنی. بس دیگه. شما برو بشین استراحت کن. باز دوباره چی میخوای؟ نه بابا چیزی نمیخوایم که. بیا بیشتر بیا. حتما خیلی خسته ای. وای دخترم، تو که تا حالا تمیزکاری نکردی. ولش کن بابا، ولش کن. بگی بشین، بگی بشین. خاله هدیه جون، تو رو خدا یه بار دیگه بگو منو چجوری پیدا کردن. 1000 بار برات گفتم، از بر شدم دیگه. خاله هدیه من نمیدونم، تعریف کن دیگه. آره تعریف کن، جبران بشنوه. تو رو خدا بگو. تو رو یه نونوا پیدا کرده. نونوای بیچاره بعد از اذان صبح داشت میرفت سر کارش که یهو صدای گریه بچه شنیده. رفتید که بین کیسه‌های آرد یه بچه قنداق پیچ شده است که تو باشی. اون موقع خیلی کوچیک بودی. فوری زنگ میزنه به پلیس. بعدش تو رو آوردن اینجا. مامان تو رو پیچیده بود توی پتو که سرما نخوری. چون نونوایا خیلی زود باز میکنن، مامان تو رو گذاشته اونجا که خیلی زود پیدات کنن. خاله هدیه آدرس نونوایی رو میدونی؟ من از کجا بدونم دخترم؟ فکر کنم سمت کادیکوی اون طرفا بوده. سالا از این قضیه گذشته. اگه اشتباه نکنم پشتشم یه مسجد بود. عشق منی تو. ممنون. خسته نباشی خاله هدیه. آره دیگه، به خواستتون رسیدین، حالا فرار کنیم بریم. مرتی که یه عوضی، حالا چرا خودش رو نشون نمیده؟ این دفعه خودم میکشمش. فقط برای یه چیز خوشحالم، قاتل نیستم، کسی رو نکشتم. ایلول، این قضیه دیگه داره از کنترل خارج میشه. بریم پیش پلیس. اگه تو بری بگی حرفتو باور میکنن، ولی حرف ما رو باور نمیکنن. تجربه ثابت کرده. ایلو ماما چی شده خواهرم؟ اینا خوبن؟
بیا بریم. مامان کجا بریم؟ میریم کلانتری. باید همه چی رو اعتراف کنی. را بیافت. خاله جون چی کار داری میکنی؟ ولش کن. تو دخالت نکن. هیچ کدومتون دخالت نکنین. را بیافت. ایلون مامان همه دارن نگامون میکنن، تو رو خدا بس کن. برام مهم نیست. پدر بچم غیبش زده. به من چه، دیگران چی میگن؟ را بیافت. ولش کنین، ایلول بیگناهه. تو از کجا میدونی؟ مگه برات تعریف کرده؟ شوهرمو با چاقو زدی. برای همینم دسته چاقو رو پاک کردی. شایدم کشتیش ها؟ مامان میریم کلانتری. باید اعتراف کنی. خودم میندازمت زندان. مامان شما دیگه چه جور مادری هستی؟ به تو چه؟ به تو چه که من چه جور مادریم؟ به کسی چه مربوطه که من چه جور مادریم؟ همش هی شوهرم میکنی. حواست هست یه دخترم داری؟ تو دخالت نکن ببینم. به تو چه؟ بیا ببینم. دختر خودمه. هر کاری دلم بخواد میکنم. را بیا. ولش کنین، ولش کنین، ولش کنین. را بیا ببینم. مامان را بیا. ولش کنین، دستتو ول کنین. را بیا. مامان بیا. را بیا میگم. مادر ایلول بود. آره دیگه، از اون مادر همین دختر انتظار میره. همش تقصیر مادرته. این گدا رو آورد تو مدرسه ما. وای خیلی وحشتناکه. اینا دیگه چجور آدمایی ان؟ من که از این زنه ترسیدم. والا منم انتظار اینجوریشو نداشتم. بی خیال، بیایم بریم. چون روی چاقو اثر انگشتت بود ترسیدی مگه نه؟ مامان. برای همین پاکش کردی. بعدش هم اومدی پیش من گریه و زاری رو انداختی در حالی که نمیدونی دارم چی میکشم. ولش کن. تو دیگه چجور مادری هستی؟ مادری مثل تو بهتره که نباشه. دیگه حق نداری بهش دست بزنی. اون آدم برات پدری کرده. نمک نشناس. مامان بسه. آره شوهرتو با چاقو زدم چون بهم تجاوز میکرد. میگفت اگه هر کاری میگم نکنی همین کارو با بشرا میکنم. دروغ میگی. هم شو. ایلول شوهرت نمرده. دیشبم اومده بود سراغم. چی؟ تو کمالو دیدی؟ پس چرا نمیاد خونه؟ چرا پیش تو میاد پیش من نمیاد؟ ها بگو ببینم بگو. چراشو بهت گفتم اما تو باور نکردی. چند بار باید بهت بگه؟ ولش کن دیگه. دیگه نبینم دست رو دوستم بلند کنی. باور نمی کنم. اگر کمال زنده بود میومد پیش من، پیش پسرش. کشتیش مگه نه؟ کشتیش. بعدشم برای اینکه ثابت کنی بیگناهی بهش تهمت زدی. حسودیت میشه نه؟ به اینکه برادرت زیر سایه پدر مادر بزرگ میشه حسودیت میشه. خفه شو دیگه. برای همین کمال منو کشتی. آره میخواستم بکشمش ولی نکشتم. شوهرت زنده است مامان. اینجا چه خبره؟ خانم محترم، اگه مشکلی هست بفرمایید. من یکی از معلمان. منم مادرشم. توف تو مادریت. عیبی نداره عزیزم. گریه نکن. به اندازه کافی نگاه کردین؟ خوشحالین که همچین مادری ندارین. حالا برین گمشین. سوگل